هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در این نوار برای شما درباره بیان فرض‌های طهارت و فرض‌های غسل و فرض‌های طعام خوردن و ترتیب طهارت کردن و سنت‌های طهارت معلومات می‌دهیم. با دقت باشید. در طهارت 5 فرض است اگر اشتباه باشد. یکم، روی را شستن از دمیدن موی پیشانی تا زیر منه، از این نرمه گوشت تا به آن نرمه گوش. دوم، هر دو دست را شستن با همراه اورنج. سوم، هر دو پای را شستن با همراه بجل. چهارم، محض کشیدن 4 سر. پنجم، محض کشیدن ریشت اگر غفص باشد و زیر آن آب ندارد. فرض‌های غسل: یکم، شستن دهان. دوم، شستن بینی. سوم، شستن تمام بدن. در طعام خوردن 3 فرض است. یکم، حلال خوردن، زیرا پاکی حلق از اعضاهای فرایض است. دوم، رزق را از جانب الله دانستن. سوم، معصیت نکردن مادامی که قوه طعام در توست. ترتیب طهارت کردن: کسی که نماز یا قرآن خواندن را اراده کند، پس برای وی طهارت گرفتن لازم است. دو، مخرج را با کلوخ پاک کردن، مستحب کردن. مستحب این بعد با کلوخ پاک کردن با آب مخرج را میشوید و میگوید نیت کردم طهارت سازم تا نماز بر من مباح یعنی روا گردد. بعد از مستحب به طهارت کردن شروع میکند. بسم الله الرحمن الرحیم گفته دستهایش را 3 بار میشوید و انگشتانش را هلال میکند. با دهانش 3 بار آب گرفته با 2 انگشتش طرفهای چپ و راست دهانش را هلال میکند. مسواک کند افضل تر است، زیرا مسواک سنت پیغمبرمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بوده. 14 خاصیت دارد. مسواک از چوب تلخ باید باشد. اسباب دندانشویی را هم به جای مسواک به کار بردن ممکن است و این را میگویند سبحان الله علی العظیم. با بینیش 3 مرتبه با آب مبالغه، یعنی آب را تا دماغش کشد، آب گیرد و این را میگویند والحمدلله علی دین الاسلام. 3 مرتبه رویش را میشوید و کلمه طیبه و شهادت را میگوید لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. 2 دستش را با آب همراه اورنج 3 مرتبه میشوید. در وقت به دست راست آب ریختن القادر و به دست چپ آب ریختن الناظر میگوید. آب گرفته بریزد با کف دستهایش، سرش را مالیده محض کشیده، با انگشتانش به درون و بیرون گوش مالش دهد. پشت انگشتان را به 2 جانب گردن میکشد و پایهایش را از پای راست سر کرده تا بجلک 3 مرتبه میشوید و آن را میگویند اللهم ثبت قدمین علی صراط المستقیم. سنت های طهارت: یکم، نیت به جا آوردن طهارت. دوم، هنگام وضو گرفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم بگوید. سوم، اول هر 2 دست را تا بند دست بشوید. چهارم، آب در دهان گیرد، دندانها را با مسواک، چوبچه که از شاخ درخت که در عربستان سعودی استحصال کرده می شود با قسم حق ما بر خود ما شاتکه یا اینکه انگشتان تازه نماید. پنجم، طهارت را به ایس ادامه دهد تا هنگام طهارت یک قسم تن خشک نگردد. ششم، هنگام شستن قسم از عضوها آنها را به دست سایش دهد. هفتم، دهان را 3 مرتبه با آب چک کند، یعنی مزمزه کند. هشتم، روزداران دهان را باید با دقت چک کنند. نهم، بینی را 3 مرتبه آب گیرد با دست راست، با بینی آب گیرد و با دست چپ افشاند. دهم، ترتیبات را رعایت کنید. 11، هر عضو تن را 3 مرتبه شوید. 12، طهارت را از طرف راست شروع کنید. 13، شستن را از پنجه های دست و پا سر کنید. 14، بین انگشتان دست و پای و ریش را هلال کنید. 15، اگر انگشتری داشته باشد باید جای آن را بشوید. 16، گوشها را مس کشید. 17، گردن را مس کند.
18. تمام سر را محض کشد. 19. بین انگشتان را با پنجه ها بشوید. این بود معلومات مختصر درباره بیان فرض‌های طهارت و فرض‌های غسل و فرض‌های طعام خوردن و ترتیب طهارت کردن و سنت‌های طهارت. باقی خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.